فقط یک اشاره میکنم که هرگز از آنچه که نزد کفار هست متأثر نشید. اینها همه تار عنکبوت، هیچ حیثیتی در نگاه و قدرت الله ندارند. کوچکترین ویروسی هم اینها رو به زانو در میاره. ما پشتیبانمون اللهه. عرض کردم همین ملت امروز اگر من در دنیا بگم، بلکه در تاریخ بشر و در جهان معاصر امروزمون، در تمام کره خاکی هیچ کشوری نیست که پهنتومی داشته باشه، پهنتوم دانشگاه دخترانه که تمام شاگرد و تمام اساتید آن دختر و زن باشند. اما شما با تمام این مشکلاتی که دارید امروز دارید به جهانیان درس میدید، همان گونه که ما در شجاعت اولیم، ما در میدان علم و خیرخواهی اول خواهیم بود. دور نریم، در همین شهر نیمروز، این رو من با افتخار میگم که شاید کم شهری باشه در دنیا که نقش علما در امنیت و نظم آن شهر آنقدر باشه که الحمدلله اللهم زد فزد که در نیمروز هست. مبارکتون باد اهالی نیمروز، قدردانی علمایتون. و من از طرف خودم جزاکم الله خیر به عنوان یک طلبه به علمای جوان شما و تلاشگر شما میگویم. و آخرین عرضم دوباره همینه که با علما رابطه رو مستحکم بکنیم و نذاریم علمایمون تنها باشن، مانند بنی اسرائیل نباشیم که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه ما به علمایمون بگیم همان گونه که صحابه به پیامبر گفتن شما قدم بردارید، ما با تمام استعدادهای فکری خودمون، علمی خودمون، مالی و جانی خودمون پشتیبان شما هستیم تا تمام عالم رو به سوی دین رحمت للعالمین بیاریم و نور قرآن رو از نیمروز به آخرین نقاط دنیا منتظر آن روزیم که در کاخ سفید و کاخ کرملین قال الله و قال الرسول خواهیم شنید انشاءالله.